شخصی میگفت که من از صحرا پشم میخریدم، نفسم وسوسم کرد که با میزان بازی کنم، با کاپان، و به صاحب پشما یه رقم غیر حقیقی دادم نسبت به هر وزن. وقتی که قضیه تمام شد، اون صاحب کالا حس کرد که وزن کمتر از اون چیزی که اون فکر میکرد. میگه به من یک کلماتی گفت، این کلمات منو ترسوند. من راهمو ادامه دادم، از صحرا آمدم به شهر. این قضیه در شام اتفاق میفته. میگه در وسط راه من در یک کشمکشم با خودم، در یک جنگم با خودم، هی گفتگو میکنم با خودم که بازگردم پولشو بدم یا ساکت بشم، پول حرامه دیگه، یا اینکه بعدا در سفر دوم که اومدم پولشو بدم. ولی همچون در ترددم، هی با خودم دارم کلنجار میرم، به قول ما ایرانی ها، با خودم دارم گفتگو میکنم. در وسط راه بودم که ببینم چه رخ میده. میگه به خدا قسم دقایقی نگذشت که دیدم من پر از خونم. در وسط راه ماشینم چپه شد و در دریای خون غلتیدم. مقصودی که انسان اگر به گناهی افتاد اصرار نکنه در گناهش. هر گناهی میخواد باشه، هر معصیتی میخواد باشه، چه مالخوری باشه، چه ظلم بر دیگری باشه، چه قبر پرستی باشه، چه شرک باشه، چه غیر خدا خوندن باشه، چه ظلم بر مردم باشه، ظلم بر خلق خدا باشه. خداوند گاهی زود میگیره، عموما دیر گیرد، سخت گیرد، فرصت میده به انسان، ولی گاهی زود میگیره، به خصوص نسبت به کسی که خدا را بشناسه. ولی انسان وقتی به معصیتی افتاد زود توبه کنه، از خداوند عفو و مغفرت بطلبه. اما اگه اصرار کرد، چه بسا که هنوز به منزل نرسیده در دریای خون بغلطه. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب. گفته میشه که پیراهن پرزرق برقشو کشیدن از تنش، یه گوسفند کشتن، بعضی از خون گوسفند گذاشتن روی پیراهنش. حضرت یعقوب علیه و نبینا السلام وقتی که پیراهن رو دید گرفتش، گفت که این چه گرگیه، چه گرگ داناییه. آیا این گرگ پیراهن پاره نکرده؟ چطوری فرزند خورده؟ چون دستپاچه بودن، نه؟ چطوری خورده که پیراهن پاره نشده؟ پیراهن هم به همین حالتش گذاشته. این چطور این چه گرگیه؟ و این یک راه برای کشف، امروز بهش میگن که چی، راستی آزمایی. علامت دروغشون، علامت افتراعشون این بود که این پیراهن هیچ پاره نشده بود، پیراهن سالم بود. و تازه این خون هم خون دروغینه، خون انسان با خون گوسفند فرق میکنه. ولذا قاضیان در این مورد، قاضیان متبحر، میتونن راست دروغ تشخیص بدن.
البته با نظر کارشناسی، نه مثل قاضیان شیعه که علمشون اندل کافیه. قاضی باید بیطرف باشه. در بیطرفی امروز قضات غرب که غیر مسلمانند از قاضیان ایران که خود را مسلمان میدونند خیلی به اسلام نزدیکترند. در بیطرفی عرض میکنم. خب ما یوسف رو پیش کارایمون گذاشتیم، پیش اساسیمون گذاشتیم. این اولین مخالفت با قرارداد با پدره. پدری که اجازه داد که یوسف خارج بشه، بعد که گفتند که ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، بفرستونه با ما فردا که بازی کنه، بخوره، بنوشه. و گفتند که انا له ناصحون، ما نصیحتگر شیم. نگفتند که با مشتلگت میزنیمش، میندازیمش، ببینید که پدر مادر دور بشن، از دوش میذاریمش زمین و هی میدمانیمش و بعدم میندازیمش تو چاه. بعدم گفتم انا له لحافظون، ما حافظشیم. خب شما اونو گرفتی با خودتون که ببریدش با شروط که گذاشتید بازی کنه، برادرتونه، بخوره، بنوشه، از میوه هایی که اونجا هستش حفظش کنید. یعنی که شما بردید که نگهبان اساسیاتون باشه. این اولین اخلال به شرط. ولی دروغگو حافظه نداره. در عربی مثالی هست میگن که اذا کنت کذوبا فکن ذکورا. اگه میخواید دروغ بگید، خدا نکرده، خب حافظت قوی باشه. این اولین دروغ و اولین مخالفت با شرطی که با پدر کردند و بر این شرط پدر اجازه خروج بهش داد. لیکن همطور که عرض کردم کاد المریب ان یقول خذونی، انسان مشکوک خواسته ناخواسته خودشو لو میده. ولذا میگن که گفتند که فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. گرگونو خورد. و چرا هیچ کدوم شما رو نخورد، همونو خورد فقط. ولیکن تو باور نمی کنید اگرچه ما راستگو باشیم. یا اینکه اینو گفتن برای که میدونن که پدرشون تصدیقشون نمیکنه، باورش نمیشه، هر کار بکنن. کلمه آمنه، این کلمه چطوری متعدی میشه؟ یا خودش تعدی مفعول میکنه، آمنه الله من جو، آمنه من خوف، همچنان در سوره قریش آیه 4. یا بابا آمنه بهی. آمنه بهی یعنی چی؟ یعنی تصدیقش کرد، اعتقاد بهش آورد. یا گفته میشه آمنه له، یعنی در اون چی که گفته باورش کرد، تصدیقش کرد. اینجا پدرشون رو متهم میکنند که اونم با چالش که تو اگرچه ما راستگو باشیم تو باورمون نمی کنید، در صورتی که خودشون میدونن دروغ میگن. لیکن این کلمه راست رو آوردن تا با این راست دروغشون رو بپوشونند. بلد نبودن. اینا باید می آمدن مدرسه خمینی تا کلینی که چطوری بدونن دروغ بگن، چطوری با دروغ قانون اساسی بنویسن، چطوری با دروغ ملت ها را فریب بدن، 9 دین اسلام رو دروغ بکنن. از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را، قلوب و افکار ما و شما را با نور علم و عمل و استقامت
منور بسازد و از ظلمت و حیرت و سرگردانی بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و امامت و ضلالت و امام زمان بازی و هر آنچه که از ادبیات فریبنده حوزه های ننگین و شرک آلود قم و نجف و بقیه اقمارشان، اقمار فریبنده و خونخوارشان در منطقه می باشد، پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست مگر با فهمیدن قرآن، کتاب هستی، کتابی که رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، صاحب دنیا شدند، حرف او را ریب نه، تبدیل نه، آیه شرمنده تعویل نه. یعقوب از دلایل حال و از دلایل مقال از یک طرف و از ندای قلبش، قلب مؤمن، راست میگه. فهمید که نه، این حرف درست نیست، یوسف گرگ نخورده، اینا توطئه چیدن، یه قصه درست کردن، یه نمایشنامه درست کردن، مثل نمایشنامه امامتی که بعدها همون بنی اسرائیلیان به بنی اسرائیلیان مسلمان یاد دادند، یعنی امام تراشان. و بهشون گفت که خیر، نفستون به شما چون این چیزی رو یاد داده، چون این منکری رو یاد داده، نفستون شما را فریب داده که چون جریمه رو مرتکب بشید، لیکن اون صبر میکنه، فضا و جزا و فضا نمیکنه، شکوا نمیکنه، استعانتش به خداونده. از این دروغ هایی که شما میگید، قال بل صبرت لكم انفسكم امرا، نفستون چیزی براتون تراشیده، فصبر جمیل. نگفت یا حسین مدد، یا علی مدد، یا امام زمان مدد، یا کوفت زهرمار مدد. فصبر جمیل. در خداوند فرموده که واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و از نماز کمک بگیرید که هر دو به سوی خدا میبره، نه از هندل زدن و شعائر جاهلیت زنده کردن و شیطان رو راضی کردن، کاری که روحانیت دجال و فریبکار به نام حسین انجام میده. رسیدیم به این مطلب که پیامبر اکرم علیه السلام فوت کرد. وقتی که فوت کرد، مردم سراسیمه شدن. چیکار کنند بعد از پیامبر؟ تا اینکه وحدت کلمه که داشتند به تفرق مبدل نشه. در چنین وقتی دیدند که انصار در سقیفه بنی ساعده در همون روز وفات پیامبر علیه السلام جمع شدند. 12 ربیع الاول سال 11 هجری. در میان خودشون
این بحث رو مطرح کردند که بعد از پیامبر که رو خلیفه بکنی، که جای پیامبر بنشین، جانشین پیامبر که باشه، چطوری خلیفه رو تعیین کنن. اگر امامت دروغینی که باندهای کنیستی به رهبری عبدالله ابن سبا تراشیدند و بعدها شاخ و برگ بهش دادن درست می بود، انصار نمی نشستن. انصار دوستان علی بودن و خود علی هم ساکت نمی شد. علی مرد با جرأت و شجاعی است که چیزی را حق می دونست در مقابل سکوت نمی کرد. این که دروغی که آخوندهای پلید بهش چسبوندن که پیامبر بهش وصیت کرده که تو ساکت شو، چه حرفیه؟ پیامبر سکوت به حق پوشی میکنه؟ این دروغا رو اینا درست کردن. ولذا در سقیفه بنی ساعده انصار سعی کردند که رهبرشون که سعد ابن عباده بود رضی الله عنه او رو انتخاب کنن. یهویی این خبر پیچید که انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدن. این خبر مهاجرین رسید و اینها میخوان خلیفه تعیین کنن. مهاجران گفتند که خب پس بریم به طرف برادرانمون انصار که اینایی حقی دارن در این مورد. عمر میگه که ما رفتیم به طرفشون. وقتی بهشون نزدیک شدیم دو مرد صالح از اونها به ما گفت که اینا چه نظری دارن. از ما پرسیدند که ای مهاجران کجا میخوای بریم؟ گفتند که میریم پیش برادرانمون انصار. گفت نه، نیازی نیست که بشی، شما کار خودتون رو بکنید، یعنی خلیفه بر خودتون تعیین کنید. من گفتم نه، به خدا قسم ما باید بریم پیششون. و اون دو مردی هم که این حرف زدن، یکیشون اویم بن ساعده بود، یکی معنی بن عدی رضی الله عنهما. میگه ما بلند شدیم رفتیم به طرف سقیفه بنی ساعده. سقیفه یعنی سقف دیوانجا. دیدیم یه شخصی چادری پیچیده در میانشونه. گفتم این کیه؟ گفتن این سعد بن عباده. گفتم چه خبر؟ چرا اینجوریه؟ گفتن این خورده مریضه. وقتی ما نشستیم سخنرانشون بلند شد، حمد خدا گفت و گفت که اما بعد ما انصار خدا هستیم و گردان اسلامیم و شما مهاجران گروهی هستید که تعدادتون اندکه و مهاجران میخوان ما رو از موضوع خلافت دور کنند، در صورتی که شما اندکید. اینجا شهر ماه، یعنی مدینه شهر ما انصاره. مهاجران اونجا پناهنده شدن. میگه وقتی که ساکت شد عمر میگه که من در ذهن خودم سخنانی آماده کردم. قد زورت مقالتا عجبتنی، سخنانی رو آماده کردم. این زورتو معنی آماده کردن سخنه که یکی از مناظران اطلاعاتی رژیم که 20 سال پیش در تلویزیون مستقله با هم مناظره میکردیم، این جمله رو معنی تزویر آورد. گفتم دلتون چقدر سیاهه که حرف هم نمیفهمید. و گفت که من این سخنها آماده کرده بودم که در جلوی ابوبکر این سخنرانی رو بکنم و من تا حدی مراعاتش میکردم. وقتی خواستم حرف بزنم ابوبکر گفت که آرام باش و من دوست نداشتم او رو عصبانی بکنم.
ابوبکر شروع کرد به سخن گفتن. از من با وقارتر و صبورتر بود. به خدا قسم همه آنچه را که در ذهن من بود همه و خودم آماده کرده بودم فی البداهه اینا رو گفت و بهتر از اون هم حرف زد تا اینکه ساکت شد. گفت که ای انصار، اونچه را که شما ذکر کردید از خیر شما شایسته اونید، لیکن این امر، یعنی امر خلافت، امر جانشینی پیامبر خدا، امر حکومت، جز در این گروه از قریش قابل قبول نیست، بلکه در نسب و در قدرت در میان عرب در حد وسط قرار دارند. و من خواهش میکنم که از این دو مرد هر کدوم که خواستید باشون بیعت کنید. میگه دست منو گرفت و دست ابو عبیده بن جراح و خودش در میان ما نشسته. عمر میگه من از هیچ کدوم از حرفش بدم نیامد جز این یکی. به خدا قسم که گردن من زده بشه بهتر از اینه که من در قومی امارات داشته باشم که ابوبکر در میانشونه. چطور ابوبکر زیر دست من باشه؟ یکی از انصار گفت که ما خیمه عمود قدرت شما هستیم و یعنی حق ماست ما یک امیر و شما یک امیر داشته باشیم. ای قریشیان، سر صدا زیاد، مقصود که همش داره مشورت میکنن، مثل هر پارلمانی، مثل هر گروهی، مثل هر جایی که گفتگو باشه. خب صداها بلند شد و ما از اختلاف میترسیدیم. گفتم ای ابوبکر دستو باز کن من باید بیعت کنم. دستشو کشید، من باش بیعت کردم و با ما مهاجران باش بیعت کردن و انصار باش بیعت کردن. اگر امامت آسمانی وجود می داشت یه نفر حداقل می گفت که آقا پیامبر 83 روز پیش این حرف زده، گفته که علی خلیفه شماست، چطور یادتون رفته؟ حالا میشه که امامت دروغی بیش نیست، بلکه بزرگترین دروغ تاریخ و فتنه ترین دروغ تاریخ اسلامه. در روایتی از امام احمد میگه که ابوبکر شروع به سخنرانی کرد. هر آنچه که راجع به انصار نازل شده بود و پیامبر ذکر کرده بود همه اینها رو ذکر کرد در مدحشون. گفت شما میدونید که پیامبر خدا فرموده که اگر مردم در یک راه برند، در یک وادی برند و انصار در وادی، من با انصار همراه خواهم شد. ای سعد، تو میدونید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود و تو نشسته بودید که قریشیان صاحب این امرند، نیکان مردم تابع نیکانشونند، بدان مردم تابع بدانشان. ابن خلدون میگه به خاطر اینکه قریش قدرت داشت، برای اینکه قدرت در دست قریش بود حتی قبل از اسلام. سعد گفت که صدقت، راست میگید، نحن الوزراء و انتم الامراء، ما وزیرانیم و شما امرا. خب تا اینجا مسئله به پایان رسید با همین سادگی. ببینید که موضوع به این درستی را که دست وحدتی را که در سقیفه بنی ساعده اومد بیرون، تفرقه اندازان این دین در لباس تشیع تا امروز لعنتشون میکنن، تا امروز نفرینشون میکنن. چرا؟ چون با هم متحد شدن، چون با انتخاب شخصی رو انتخاب کردن، باز 1400 سال بعد شرم نمیکنن آمدن همین انتخابات آریه گرفتن اگرچه بهش عمل نمیکنن.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. این راجع به کسانی است که در عهد و پیمان خیانت می کنند، پیمان شکنی می کنند و در دوست جلسه گذشته تذکر داده شد که چطور این رژیم منافق خبیث حاکم بر ایران با عهد و پیمان خودش که با ملت بسته بود پیمان شکنی کرد، حتی با قانون اساسی که نوشت پیمان شکنی کرد. و خداوند جزای این پیمان شکنی رو در عمر ما بهشون بدهد و چشم ما را ادام سرد کند. فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر این پیمان شکنانو که در میدان جنگ ما آمدند یافتید، اونها را چنان ادب کن که کسانی که پشت سرشونند پشتیبانانشون پند بگیرند. کلمه اما این مای در واقع این شرطی مدغم شده با ما. اگر ما رو ازش حذف کنیم مثل این عمل میکنه، لیکن این ما ادغام شده اما. مثالش چیه؟ اگر ما رو ازش حذف کنیم ان جاءک زید فاکرمه، اگر زید پیشت اومد اکرامش کن، شرطیه اگر اومد. اگر نیومدی چی؟ این جمله که در شرط وجود داره، جواب شرط درش وجود داره و ادات شرط اگر اومد. خب اگر کسی یک بار این کار را انجام داد مسئله تمامه. اگر وقتی که این تنهایه، اما وقتی که ما همراهشه، همراه به ما دلالت، همچون که اهل زبان عربی میگن، اهل قواعد میگن، دلالت بر استمرار داره. یعنی هر موقع که این کار رو کردن شما هم باشون همین رفتار رو بکنید. و کل ما جاءک زید تکرمه، هر وقت که زید اومد اکرامش کن. این دیگه با یک بار تمام نمیشه. اما این جاءک زیدون نه، با یک بار تمام میشه. اگر ما همراهش نبود یک بار اکرام کافی بود. وقتی که ما همراهشه یعنی که به طور استمرار برای همیشه همین کار رو بکنیم. تثقفنهم فی الحرب، وقتی که اینا رو در جنگ یافتید با دشمنانتون همراهن، کسانی که امروز برای رژیم جاسوسی میکنن که حکمشون همینه، کسانی که در سپاه و در بسیج و در هر جایی که همکار رژیمن حکمشون همینه، برای که این رژیم شرکیه، رژیم غیر قانونیه، اراده ملت رو دزدیده. و شرد به من خلفهم، یعنی اونا رو وسیله ترس و بیم و فرار پشتیبانانشون بگردان. چنان ادبشون بکن که کسانی که پشتیبان اونها هستن بترسن، از دور بشن. هر موقع تا شما رو ببینن ترس در دلشون بره. میدان جنگه، یعنی با چنین خائنانی شفقت نکنی. و لعلهم یذکرون، تا اینکه این درسی باشه برشون، تا اینکه بار دیگه به فکر جنگ نباشن، به فکر خاموش کردن صدای حقیقت نباشن. و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. وقتی عهد و پیمان بستید با کسی، عهد و پیمان تو رعایت کن. اگر از قومی از خیانتشون ترسیدید
عهد و پیمانشون بهشون بازگردون، برای که خداوند خائنان دوست نداره. اینجا امام مثل آیه قبل که توضیح داده شد، یعنی هر موقع این کار کردن شما این کار بکن. اینجا سخن با کسانی است که در میدان جنگ نیومدن، لیکن سعی میکنن که پیغمبر خدا علیه السلام خیانت کنند. خب آیا این خیانت قطعیه یا قرائن و شبهات دلالت بر اون میکنه؟ دو نوع خیانت داریم، یه خیانت قطعیه یه خیانت غیر قطعیه. خیانت قطعی یه حکم داره، خیانتی که بر اساس ظن و گمان حکم دیگری داره. ولذا اینجا خداوند میفرماید و اما تخافن من قوم خیانتا، وقتی که از خیانت یک قوم میترسید، خبر رسید که اینا دارن خیانت میکنن، چیکار میکنید؟ فانبت الیهم علی سوا، عهد و پیمانشون بهشون بازگردون، علنا، مخفیانه نرو، ترور نکن، همه چیز واضحه. ببین اسلام همه چیزش واضحه. مادامی که عهد و پیمان وجود داره، عهد و پیمان دو طرفه یک طرفه نیست. قانون اساسی عهد و پیمان دو طرفه بین ملت و رهبرانش. رهبرش که به قانون اساسی عمل نمیکنه دیگه چه ارزشی داره این قانون اساسی؟ عهد و پیمان، این عهد میبنده اون عهد میبنده. ولذا همینجوری ملغاش نکن، بهشون خبر بده. خداوند سبحانه و تعالی یکی از ویژگی هایی که به خودش داده و به هیچ خلقش نداده اینه که به من شما فهمونده که میراننده و زنده کننده خداونده. هو الذی یحیی و یمیت. و دوباره انه هو اضحک و ابکا، این که گریه و خنده دست اونه. و انه هو امات و احیا، اوست که میمیرانه و زنده میکنه. در سوره نجم آیه شریفه 43 و 44 نمیخونیم. ولذا در خنده و گریه مثلا انسان ها بین مثلا یه خنده مخصوص انگلیس و یک مخصوص فرانسه و یکی مخصوص امریکا و یکی مخصوص عرب و یکی مخصوص عجم نداریم. همچنان بین مرگ و زندگی همه یک بارگی میبرند، یه جور میبرند یک جور زنده میشن. تولد یک شکله، مرگ هم یک شکله. ما یه تولد چینی و تولد اروپایی نداریم. این ویژگی ها مشترک در میان همه بشر. ولذا وقتی انسان تظاهر به خنده بکنه اینو تضاحک میگن. خنده نیست دیگه، خنده زورکیه. و تظاهر به گریه بکنه تباکی بهش میگن، یعنی خنده رو به زور در بیاره، حقیقی نیست. خب همه اینها رو در شب میشه پنهان کرد، لیکن در روز نه. و در تاریخ هم مثال های زیادی در این مورد داریم که چطوری شب یک پوشش و حجاب برای موضع انسان. رسول اکرم علیه السلام بهش خبر رسید که قبیله خزاعی ها هنوز در ایران هستند. بسیاری از اعراب، یعنی اعراب دوران عباسی به کشورهاشون که باز به جزیره العرب که باز نگشتن، در ایران موندن. بسیاریشون
این فاتحان کجا رفتن؟ موندن در ایران. هنوز که هنوزه قبیله خزاعی در خراسان هستش، در مناطق سنی نشین و حتی در غیر مناطق سنی نشین، حتی در میان شیعیان هم هست. اصل اینها از قبیله خزاعی. این قبیله بعد از صلح حدیبیه همپیمان پیامبر خدا صلی الله علیه و شده بود. بر این اساس که قریش حق نداره به همپیمانان رسول خدا صلی الله علیه و هجوم بکنه. اینا مسلمان نشدن، همپیمانن. و در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و به قبایلی که همپیمان قریشن، مشرکانن، رافضیان اون زمانن، امام پرستان اون زمان قریش مشرک بودن، مثل قبر پرستان امروز. نه اینکه خدا رو قبول نداشتن، خیلی محکم هم قبولش داشتن. این قبول داشتنش مثل آخوندهای امروزی بود. البته این آخوندها از اونا خیلی مشرکترن، جلوتر زدن، خیلی جلوتر زدن. قریش اینقدر احمق نبود که گلمالی بکنه، اینقدر نادان و کودن نبود که سر کله خودش بزنه. نادانیش در چی بود؟ یه بتی درست میکرد، شب عبادتش روز میخوردش، خدای خودشو میخورد. دقت بکنی؟ اینا که خدا یه امامتی درست کردن که با این امامت کل دین رو خوردن. و مقتضای صلح این بود که قریش حق حمله به همپیمانان رسول خدا صلی الله علیه و نداره و رسول خدا صلی الله علیه و حق حمله به همپیمانان قریش نداره. لیکن بعضی از قریشیان خیانت کردند، رفتن پیش یکی از افراد قبیله خزاعه زدنش. یعنی چی؟ یعنی قریش خیانت به عهد کرد. یه زدن خیانت به عهده. به قانون اساسی عمل نکردن، قانون اساسی را مثل بت‌های قریش بلعیدن، این خیانت نیست؟ خمینی ملعون وقتی که در فرانسه ترخوشکش میکردن گفت که روحانیت حکومت نمیکنه. وقتی ایران اومد روحانیت پدر مردم رو در آورد. ببخشید، این خیانت نیست؟ اینا مسلمان ها؟ درباره تولد خامنه‌ای چی دروغی میگه؟ آخوند یعنی آخوند شیعه، یعنی مجسمه دروغ، چه در میدان سیاسی چه در میدان تبلیغاتی. و هر کسی خودش را به این مذهب منتسب کنه با اینا منتسبه. این مذهب آخوندها درست کردن، والله بالله تالله هیچ ربطی به آل بیت پیامبر نداره. تازه این چیزهایی که شما میبینید اینا 1/100 دروغ هاییست که منتشر میشه، 1/1000. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، آقا این دروغ ها رو با علم خود خامنه‌ای اینا میگن، به دلیلی که خامنه‌ای ردش نکرده. یعنی خامنه‌ای در این دروغ ها شریکه. برای چی؟ بر خر کردن عوام، بر خر کردن بسیجی ها. گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزاد رهبری، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
هیچ عاقلی اینو نمیپذیره. لیکن جالب اینه که بسیجی این حرفا رو قبول میکنن، مقلدان احمقشون این حرفا رو قبول میکنن. بنده فرمون شما رو تماشا کردم. خب عنوان کردیم که اگر کسی از سپاه پاسداران حمایت کنه کارش اشتباهه. بحثتون هم در مورد ادارت بوده، در اسلام و شخص مسلمان بوده ادارتش داشته. ببینین اگر سپاه پاسداران اجازه بدین سپاه پاسداران 40 سال ما میگیم یه سپاه تروریستیه، یه سپاه ملی نیست، یه سپاه فرقه‌ایه. سپاه پاسداران که سوریه رو ویران کرد، عراق رو ویران کرد، افغانستان رو ویران کرد، ایران که از قبل ویران کرد. از هر ظالمی انسان دفاع بکنه از جز ظالمانه، از هر ستمگری دفاع بکنه از اوناست. حتی ببینید سپاه پاسداران خب مشکل شما اینه، شما تراغا ببینید سپاه کماقت در جهت منافع شخص بن سلمان یا ملک سلمان حرکت آقا نه مسئله ملک سلمان و ملک فلان نیست. مسئله اینه که 40 سال سپاه کشور رو بدبخت کرده، اقتصاد کشور رو به دست گرفته، مرزها رو که به آتش مبدل کرده، بلوچستان رو که سوخته. اصلا این سپاه ظلمه، سپاه جنایته، هیچ ربطی ملک سلمان نداره. ببینید الان سپاه پاسداران چرا ارتش خود سعودی با امارات آقا من کاری باز میگه سعودی به من چه سعودی و عربستان یا امارات، من حرفم رو سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران سپاه ظلمه، جور، جنایته. شما قبول نداری برو باشم کاری کن، تموم شد. همچون که تک تک آیات قرآنی رو تحریف کردند در تفسیر، به قول استاد بزرگمون خداوند شهادتش را بپذیرد، علامه احسان الله ظهیر، که میگه شیعه اگر فرزن هم قائل به تحریف قرآن نباشه، که هستن، همه علماشون هستن جز 2 نفری که تغییر کردن، ولی کسی باید این رو بشناسه که طبیعت این مذهب ویرانگر رو بشناسه. میگه خب تک تک آیات قرآنی رو با تفسیرشون تحریف کردن. این سخن من جای دیگه ندیده بودم، در ابتدا اولین بار که دیدم از سخنان ایشان دیدمش که رحمت خدا بر او باد و مدرسهش را، مکتب معهدش را از شر خونخواران صفوی حاکم بر ایران محفوظ نگه دارد. مقصودی که شگرد تشیع در اینه که این خدعه رو لباس دین پوشونده، تقیه قرآنی را مثل همه اصول و فروع قرآن با یک روش شیطانی به ضدش مبدل کرده. این شگرد تشیعه، از اسلام یک اسلامی ساخته که ضد اسلام باشه. این رو اگر اسلام ستیزان و بقیه کردلان نمیفهمند، حداقل باید روشنفکران دینی تشیعی نمیفهمیدند. همچون که برقعی فهمید، همچون که شریعتی تحدی، همچون که قلمداران فهمید، موسی موسوی، مرحوم شعار و بقیه مصلحان تشیع، خداوند رحمتشون بکنه. لیکن مادامی که حب کرسی در دله، حب سیاست، نور حقیقت بسی برتر از اینه که به دنیا پرستان داده بشه.
همه پیغمبران در مصیبت ها به سوی خدا پناه بردند و از شیون و زاری به شدت نهی کردند و غالیان که ادعای دوستی اهل بیت میکنند مثل همه ارزش های دینی با نهوخانی خانی و سینه‌زنی و زنجیرزنی و بقیه راه های ابلیسی ارزش های اسلامی را به ضد ارزش مبدل کردند و این بهترین خدمت به کلیسا و کنیست و آتشکده بوده که در مقابل اسلام در یک مساف فرهنگی قبل از مساف سیاسی شکست خورده‌اند. وقتی که سرورمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و ارضاه که حسین هیچ کسی دعوتش را مثل شیعه ویران نکرده و نامش را مثل شیعه بد نکرده و با غلوب و افراطی که دربارش کرده، همون افراطی را که مسیح پرستان راجع به مسیح کردند، ولذا نسبت اینها به حسین بزرگترین اهانت به حضرت حسین، همچون که نسبت مسیح پرستان غالی به حضرت مسیح بزرگترین اهانت به اوست. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وقتی که به کربلا رسید دید که دشمنان احاطه‌اش کردند و شیعیان خائنش هم از دورش گریختند. بعد از اینکه 20,000 امضا فرستادن، 2 خورجین امضا که بیا که ما باید بیعت میکنیم، اینجا هر کسی ده در رو، جز اندکی پیشش نموندن. لیکن حسین مردی است آزاده و نفسش اینو قبول نمیکنه که کسانی که دلشون با او نیست با او بجنگند، همراه با او بجنگند. او تصمیمشو گرفته. الان وقتی که به شرط شروطش عمل نمی کنن، ناچار از خودش دفاع کنه. حسین بر جنگ نه اومده، لیکن گیر کرده. شیعیان فریبش دادن و به وصیت یزدگرد دربارش عمل کردند. ولذا وقتی که شب فرا رسید، حضرت حسین فرمود که ان کنتم قد استحیتم ان تفروا عنی نهارا فاللیل جاء وقد ستركم فمن شاء فلیذهب واتركونی. اگه شما خجالت کشیدید که در روز از پیش من برید، فرار بکنید، الان شب رسیده. شب شما را میپوشن، هر که میخواست بره. مقصودی که یکی از کارهای بشر نیرنگ، خدعه، فریبکاریه و شگرد ویرانگران و فریبکاران و دجالان مدعی تشیع در اینه که این خدعه رو، این نیرنگ و این فریبکاری رو لباس دینی بهش پوشوندن به اسم تقیه. صبر جمیل چیه؟ صبر نیکو، صبر درست، صبر جمیل اونه که همراه با ناله و زاری و شکوا پیش مردم نباشه.
شکایت خدای رحمان رو پیش ربوبی رحمان کنه. صبر جمیل اونه که به هیچ کسی شکوه تو نگید. اگر درد دل تو یا مصیبتی که برات اومده به کافر گفتید گویا که بر علیه خدا شکایت کردید. اگر به مؤمن گفتید گویا که به خدا شکایت کردید. بین دوتا تفاوت زیاده. اما صبر جمیل کدومه؟ اونه که نه به مؤمن شکوه بکنید نه به کافر. انما اشکو بثی و حسنی الی الله. همانا من غم و اندوهمو به سوی خدا شکوه میکنم. اگه مصیبت تو به مؤمن بگید به غمت غمگین میشه. لیکن مؤمن مثل خودت یک انسان یه انسان ناتمانه، نمیتونه کاری بکنه در مقابل تقدیر خدا. و اگر همه تو به کافر بگید چه بسا که باید شماتت بکنه. و منافق همچونی. فقها میگن که مسابقه دادن مشروعه، برای که یک تمرینه بر انسان و هم بر حیوان. اگه میخوای مثلا شما یک اسبی رو برای جنگ آماده بکنید، قدیما که جنگ ها با اسب بود، اونو باید تمرین بدید تا بتونه بدوه، چطوری بدوه. و پیامبر خدا علیه السلام خودش هم با همسرش مسابقه میداد، عایشه صدیقه رضی الله عنها. این دین آسانی است، دین فطرتیه، دین فطرته. پیامبر با همسرش مسابقه میده. الان کدوم آخوند، کدوم مولوی، کدوم مفتی، کدوم آیت الله با همسرش راه میره بیرون مسابقه به جای خودش مسابقه بده که میشه وهابی، تمام شد رفت. کسی پشتش نماز نمیکنه. ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرماید که در حدیثی که امام بخاری علیه الرحمه نقل میکنه، میگه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وانا جارية لم احمل اللحم ولم ابدن، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه بتلك. عایشه صدیقه میگه که من با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خارج شدم در بعضی از سفرهاش. من نوجوان بودم، هنوز چاق نبودم، چاق نسبت به اون زمان. به مردم گفت که با همراهانش که بفرمایید جلو باشی شما. رفتن جلو. بعد به من گفت که بیا تا باید مسابقه بدم. کاروان جلوه. مسابقه دادم، من ازش بردم، ساکت شد تا اینکه بعداً گذشت، مدت ها گذشت، سالها، مثلا من یه خورده چاقتر شدم، با اون موضوع رو فراموش کردم. دوباره در بعضی سفرهاش، در یکی از سفرهاش باش خارج شدم. در هر سفری که میرفت یکی از همسرانش رو میبرد. در هر سفر معنی هر جهاد، چون غالب سفرهاش برای جهاد بود. به مردم گفت که تقدموا فتقدموا، جلو برید. اونا جلو رفتن. سالها بعد گفت بیا که باید مسابقه بدم. مسابقه دادم، از من برد. گفت که شروع کرد به خندیدن، گفت این به آن مال چند سال قبله.
و از این استنباط میشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خودش که مسابقه داده یعنی بر امت مشروع کرده. دیب که مسابقه دادن با رهن حرامه. مثلا بعضی مسابقه میدن با اسب رقمی، مثلا اون موقع هر که برنده شد این اسب مال اونه، جایزه تقسیم میکنن. اینا از نوع قماره، اینا درست نیست و محرمه. مسابقه پاک و درست اونه که بدون رهن و بدون این چیزا باشه. ولذا وقتی که داخل خانه هم میشد همیشه با خنده و لبخند داخل خانه میشد. میفرمود که اکرم النساء فانهن المؤنسات الغالیات. در آثار اومده البته. زنان رو اکرام کنید، اونا همدمان پر ارجی هستند. و در حدیث ترمذی علیه الرحمه از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه اومده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما با خانواده‌اش هست، با همسرش، و من بهترین شما با همسرم هستم. ورزا وقتی داخل خانه میشد زمین جاروب میکرد. پیامبر خداست، خانه رو جارو میکرد، لباساشو رفو میکرد، کفششو میدوخت، گوسفندشو میدوشید، آب برای گربه میذاشت. و جالبتر از همه اینها، گربه که سرگردان میشد مثلا در بسته بود، در حالی که در نماز بود در بار گربه باز میکرد، در حالی که در نماز بود. امروز کدوم مولوی یا ماموستا یا آیت الله یا سخنگویان دینی این کار را میکنن؟ الا من رحم ربک. تازه اگر کسی میتونه سنت های اخداع بکنه فوری بهش میگن مردم داری بلد نیست، خودشو سبک میکنه پیش مردم، وهابیه، غیر مقلده، داعشیه. چرا؟ بلکه موقعیت نادرست خودشون توجیه کنن. علتش اینه. مصیبت بزرگ دین همیشه غالبا از ادعیاش بوده، از مدعیان دین، از سخنگویان دین. ابن عباس میگه که وقتی که عمر بر جنازه عمر گذاشته شد، رو تختی گذاشتن و با پارچه اونو پوشوندن، مردم می اومدن و نماز جنازه می خوندن. قبل از اینکه اونو بردارن دیدم شخصی اومد کتف منو گرفت، دیدم که علی ابن ابی طالبه. فترحم علی عمر، بر عمر رحمت فرستاد و گفت که ای عمر، بعد از تو هیچ کسی نیست که به مثل اعمال نامه تو من بخوام که به خدا نزدیک بشم. یعنی علی علنا آرزو میکنه که با خداوند به نامه
اعمالی نزدیک بشه تقرب جویه، مثل نامه اعمال عمر. آدم با دشمنش اینطوری میگه آیا دشمنان خمینی میگن که ای خدای ما با اونا بعد که خمینی فوت کرده نه دره بالا سرشونه و نه چوبی بالا سرشونه، به قول شعبده بازان، به قول یوف علیها، آیا بازم میترسه؟ نه علی ترسو بود و نه این نفاق و درنگی که شعبده بازان ولایت جامعه رو بهش آغشته کردن در میانشون بود. و ایم الله، قسم میخورد، قسم به خدا، علیه ها، قسم به خدا که من گمان میکردم که ان یجعلک الله مع صاحبک، که خداوند تو را همراه دو یاورت، دو دوست بگرداند. من زیاد شنیدم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که میگفت من و ابوبکر خارج شدیم، من و ابوبکر و عمر داخل شدیم، من و ابوبکر و عمر آنجا رفتیم، همش گفت من و ابوبکر و عمر. ولی زمان علی گمان میکردم همچنان که شما در زندگیت از زمان با پیغمبر بودید و از زمان پیغمبر من زیاد میشنیدم که من و ابوبکر و عمر میرفتیم اینجا رفتیم اونجا رفتیم، من گمان میکردم که بعد از مرگت خداوند تو رو با اون یک جا بکنه. خب این چنین شد یا نه؟ همچنان که در زندگیش آدم چطوری زندگی کرده اینطوری میمیره. المرء مع من احب، انسان هر کسی را که دوست داشته باشه با اونه. دوستی شرعی، نه دوستی افراطی. قالیان، عیسی پرستان، علی پرستان، قبر پرستان، خرافه پرستان، اینا همه اینا رو شیطان گمراه کرده از راه دوستی. دوستی که بر معیار شرع نیست، دوستی که بر معیار هوا و هواسه. قطع میکنی؟ ولی اصل بر اینه که انسان با کی زندگی. لا تقل لی من انت، قل لی من ترافق، قل لك من انت. نگو به من که تو کی هستی، همراهان تو به من نشون بده، من میگم شما کی هستی. المرء مع من احب، انسان با هر کسی که دوست داره با اون مشهور میشه. ابوبکر و عمر وقتی همیشه در زندگیشون با پیغمبر بودن، خداوند بعد از وفات هم این افتخار بزرگ بهشون نصیب کرد که نصیب هیچ صحابه، هیچ پیغمبری نکرد. هیچ پیغمبری رو در تاریخ نمیبینید که دوتا یار غارش پهلوش در آرامگاه خوابیده باشن. خب چرا؟ برای که بهش ایمان آوردن، جانشون رو فداش کردن، مال رو فداش کردن در راهش، در راه دعوتش. علتش این بود و بیشتر از همه. خب الان کوردلان نمیفهمند و نمیخواهند بدونن، آلت دست شیطان شدن، آلت دست ابلیس شدن، آلت دست آخوند شدن. گناه علی چیه؟ دقت میکنید؟ اینجاست که هر انسانی باید خود بیاندیشد، خود دینش را فرا گیرد، بخصوص کشور شرک زده‌ای مثل ایران، شرکستانی مثل ایران، آخوندستانی مثل ایران، خرافستانی مثل ایران. از 5 قرنه که دریای خرافات شده. دین مردم رو گرفتن، با خرافات و دنیای مردم بازی میکنن. دینشون رو فاسد کردن با خرافات که چی؟ که دنیایشون رو بگیرن و دنیای خود رو تأمین کنن. همه خرافات ها، همه بدعت ها به این خاطره. این سخن علی، اینو امام بخاری و امام مسلم رحمه الله تعالی نقل کرده و ابن عساکر در تاریخش هم چند طریق براش نقل میکنه.
ولذا در دعای شریف هست که از پیامبر اکرم علیه السلام نقل شده که تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. این حدیث بخاریه. بر خدا پناه ببرید. این حدیث امام ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه. من جهد البلاء، از گرفتاری طاقت فرسا. گرفتاری باشه که انسان راه حلی نداشته باشه. و درک الشقاء، از گرفتاری طاقت فرسا و سختی بلا و نگونبختی و سوء القضاء و سرنوشت بد یا قضاوت نادرست و شماتت الاعداء و شادکامی دشمنان. از همه اینها به خدا پناه ببرید. بگی که مثلا بگی اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء. ندونستی به فارسی بگو ای خدا من از گرفتاری که قدرتشو نداشته باشم و سختی بلاها و نگونبختی ها و بد سرنوشتی یا قضاوت نادرست یا شادکامی دشمنان، ای خدای به تو پناه میبرم. با خدا در دل کنید. هر دردی را که دارید به صاحب دل بگید که خداونده. ناله و زاری پیش غیر خدا مذلته. عبدالله ابن شداد میگه که من در نماز بودم، عمر پیش امام بود، من در آخر صف بودم، در آخرین صف ها بودم. عمر در دعاش میگفت که انما اشکو بثی و حزنی الی الله، همانا من غم و اندوهم را به پیش خدا میبرم، شکوه میکنم. هر چقدر سطح ایمان انسان، درجه ایمان انسان قوی تر باشه، انسان بیشتر شرم میکنه که به بندگان شکایت کنه و غیر الله شکایت کنه. ولذا پیامبری چون یعقوب مثل همه پیامبران باید الگوی من شما باشند در مصیبت ها. هیچ پیغمبری را ندیدید که در مصیبت ها کاری را انجام بده که زندیق های هارت پورتکون مده تشیع انجامیدن، اسلام و جاهلیت مبدل کردن، ابزار شیطان شدن. از عبدالرحمن بن عوف روایته که من علی را دیدم که وقتی که عمر فوت کرد و علی اومد و گفت رحمت الرحمن علیک، رحمت خداوند رحمان بر تو باد ای عمر. به خدا قسم غیر از پیغمبر من به اعمال نامه کسی جز مثل عمر آرزو نمی کردم که به خدا نزدیک بشم. اینم تاریخ دمشق نقل میکنه ابن عساکر 44-457. نافع ابن عمر نقل میکنه شبیه همینو. علی در میان صفها رسوند خودشو 3 بار گفت این است، این همون است، این همون است. بعد گفت که رحمت الله علیک، رحمت خدا بر تو باد ای عمر. بعد از پیامبر من مثل صحیفه اعمال تو رو آرزو نمی کردم که جز مثل صحیفه اعمال تو به خدا نزدیک بشم. از جعفر ابن محمد روایته که پدرم روایت کرد که علی وقتی که به جنازه عمر رسید فرمود که هیچ کسی از اهل زمین نیست که
من بخواهم به صحیفه اعمالش در وقت خودش، یعنی بعضی که دیگران فوت کردن، مثل این شخصی که پارچه روش کشیده شده به خدا نزدیک بشن. مسند احمد جلد 10 319. علی میفرد که از حبیب ابی ثابت که علی فرمود عمر در امرش رشادت داشت، مسدد بود. اهل نجران، سالم بن ابی الجوید میگه که اهل نجران به نامه اومدن پیش علی، گفتند که ما میخوایم که بر ما شفاعت کنی به زبانت و به دستت هم چیزی بنویسی که زمین ما رو به ما بازگردونی. علی گفت که عمر کارهاش درست بود، رشید بود. سالم میگه که اگر علی میخواست از عمر انتقاد کنه اینجا وقتش بود. بعد وقتی که عمر فوت کرد، دختری به نام ابی حسمه، زنی به نام حسمه، گفت که وا عمرا کجی ها را راست کرد، فتنه ها را میران، سنت ها را زنده کرد، پاک دامن از دنیا رفت، مبرا از دنیا رفت. شعبه میگه وقتی که عمر دفن شد، علی اومد و من دوست داشتم که چیزی راجع به عمر بشنوم. علی بیرون آمد، سر و ریشش را منظم کرد و آبتنی کرده بود و با یک پارچه خودشو پوشانده بود و تردید نداشت که موضوع به اون میرسه یا حکومت به اون میرسه. گفت که یرحم الله ابن الخطاب، رحمت خدا بر ابن الخطاب باد. اون دختر ابی حسمه راست گفت که لقد ذهب بخیرها و نجا من شرها، با خیر خلافت رفت و شر حکومت مبرا شد. علی داره تاییدش میکنه. ذهب بالسنه و ابقى الفتنه، با سنت رفت و فتنه ها رو پشت سر خودش گذاشت، کجی ها رو راست کرد. و حتی در نهج البلاغه هست لله بلاء فلان لقد قوم الأود وداوى العمد وقام السنة وخلف البدعة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها واتقى شرها، أدى لله طاعته واتقاه بحقه. از این روشن‌تر چه بگه؟ اگرچه نهج البلاغه قرآن نیست، مثل باقی کتاب‌ها، هیچ کتابی جای قرآن رو نمیگیره، هیچ کتابی وحی منزل نیست، لیکن اون جایی که با بقیه روایت‌های تاریخی درست در میاد، اون جایی که با عقل جور در میاد، با تاریخ خود علی موافقه، باید قبولش کرد. کجی ها راست کرد، سنت را برپا داشت، با بدعت ها مخالفت کرد، پشت سر گذاشت، پاک دامن از دنیا رفت، کم عیب از دنیا رفت، خیر دنیا بهش رسید، از شرش دوری کرد. ادى الله طاعته، طاعت خدا را به جا آورد و اتقاه به حقه، و همونطور که سزاوار است تقوا پیشه کرد. از این واضح‌تر چه بگه؟ ببین، از این دوستی که بین علی و عمر هستش
مجوسان ولایت چه درست کرده اند؟ سربازان ابلیس در لباس رافضیگری چه درست کرده اند؟ چه در تاریخ چه در حال حاضر؟ و به وسیله این افکار شوم و مسمومه که همیشه آلت دست دشمنان اسلام بوده اند. ولذا ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه میگه که من نسخه خطی رو به خط ابوالحسن شریف رضی دیدم، جامع نهج البلاغه، که تحت فلان نوشته که عمر، شرحش میده. و همچنین میگه که من از ابو جعفر یحیی بن ابی زید علوی نقیب اشراف سوال کردم که این فلانی که علی در نهج البلاغه اشاره میکنه کیه؟ میگه فقال لی هو عمر بن خطاب، عمر بن خطابه. گفتم که با این ثنا و مد علی عمر رو مد میکنه؟ گفت بله. دلیلش اینه که دختر رو بهش میده، دخترشو بهش میده، بچه هاشو نامگذاری میکنه، از اونها هیچ انتقاد نمیکنه، به راهشو میره، به همون راهی که رفتن. و راست هم گفت، فتنه ها رو پشت سر گذاشتن. در زمان اونا فتنه ای نبود، فتنه ها بعداً شروع شد. فتنه قتل عثمان، فتنه قتل علی، فتنه قتل جانسوز حسین. این فتنه ها بعدها آمد. و آتش بیاران این فتنه ها هم همون هایی بودن که همین حرفایی را که امروز آخوندهای مدعی تشیع میزنند، همین حرفا رو میزدن. آن منافقان و آن کوردلان عیناً همین حرفا رو میزنند که این تلویزیون های یا استبل های ولایت و زلالت و نمیدونم اهل بیت ابلیس و دیگران میزنند. حرفا همین حرفا بود. با همین حرفا جنگ و فتنه پا کردن، مسلمان ها رو به جان هم انداختن. و الان هم راه همینه، با این تفاوت که همون شیطان ها و وارثانشون امروز ادعای اسلام راستی میکنن. و اگه به بنده خیر بخواد، نفسشو برای خودش موعظه قرار میده، نفسش واعظش میشه، امر و نهیش میکنه. اگه به انسانی خیر بخواد، نیاز مردم در دستش میذاره. یعنی چه بندگانی که برای قضای حوایج مردم هستند. اگر برای انسانی خیری بخواد، چه بسا که در خواب سرزنشش بکنه. خب اشخاصی را که در هر گناهی، در هر کجی خداوند گویا دنبالشونه، مراقبشونه نسبت به هر تقصیری، به مجردی که از راه حق خارج بشه تنبیهش میکنه. چون انسانی باید شادمان باشه، خوشحال باشه. این دلیل محبت خداونده. روایتی از محمود ابن لبید که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودند که اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. امام احمد علیه الرحمه در کتاب مسند خودش این حدیث رو نقل میکنه. کتاب مسندش بیش از 40,000 حدیثه که استادمون شیخ
محمد منتصر الحسنی الکتانی که رحمت خدا بر او باد این کتاب حفظ بود. آخر هر ماه هفته اخیرش می اومد مدینه منوره، این کتاب اونجا بر ما تدریس میکرد 1 هفته کامل. باز برمیگشت مکه، اونجا تفسیر قرآن در حرم انجام میداد. خب یه پزشکی مثلا یه مریض رو علاج میکنه، مریض علاجش کرده، شکمش پاره کرده، جراحیش کرده، خود مریض چقدر خوشحال از این، چطوری ازش تشکر نمیدونه، چطوری ازش تشکر کنه. ولذا اگر خدای نکرده من شما گرفتار مصیبتی شدیم، گفتیم الحمدلله، در مصیبت گفتیم الحمدلله و صبر کردیم، این دلیل موفقیته. تاج اخلاق بردباریه. ولذا در مثال هاست که کاد الحلیم ان یکون نبیا، انسان بردبار نزدیک به نبوته. حلم و بردباری تاج اخلاقه. خدا ما و شما نصیب کنه. و بردباری سبب داره. شما وقتی میبینید که این کار خداست، وقتی دست اصلی رو میبینید این مصیبت از طرف خدا برات اومده، اون موقع اونو یک فضل میبینید، خودتو در مقابل امتحان خدا میبینید، اونو مراقبت خدا به خودت میدونید. ولذا خداوند در سوره آل عمران میفرماد که اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. وقتی که مصیبتی بهتون رسید میگه که این از کجاست؟ بگو از پیش خودتونه، یعنی نتیجه عملکرد خودتونه. انسان لغزشی نیست که بخوره، خاری در پاش نمیره، هیچ مشکلی به سراغش نمیاد الا به ما قدمت ایدیکم، مگر اینکه خودتون انجام دادید. و ما یعفو الله اکثر، و آنچه را خدا عفو میکنه هنوز بیشتره. ولذا یعقوب علیه السلام باید بر من شما مثل همه پیغمبران الگوی نیک باشه. و مصیبت ها کارگاه امتحان مردانه، کنکور مردانه. خداوند می‌فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما رو به چیزی از ترس، از گرسنگی، از بیماری، نقص در مال، نقص در نسل، مریضی، نقص در محصولاتتون مبتلا میکنیم. لیکن چی؟ سینه بزنید زنجیر بزنید که عواطف مردم باش بازی کنید مثل دجالان مدعی تشیع؟ نه. و بشر الصابرین، به صبوران، به صابران، به شکیبایان بشارت بده. نه ای که بر 1400 سال پیش خیابانها را به دجالگری مبدل کن، سینه بزن، زنجیر بزن. این صبره؟ صبر اینجوریه؟ این سوء استفاده از غم هاست، سوء استفاده از حسنه. این راه ابلیسه، راه حسین این نیست. کسانی که به شما مصیبت میرسه در قرآن چه علاجی بهشون داده؟ الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون صابران کیانند؟ و بشر صابرین اونایند که الذين، کسانی که وقتی مصیبتی بهشون رسید میگن ما برای خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. نمیگن سینه 3 ضربه بزن، میلیون به روزخان خر و گاو بلا تشبیه بینندگان ارجمند پول بدید که شما رو بگریانن. این دقابازی ها رو در بیارن.
قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اما مؤمنان میگن نه، ما برای خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم، یعنی صبر میکنیم. کسانی که چنین بگن اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها هستند که درود از طرف خداوند برشون درود میاد و رحمت میاد. و اولئک هم المهتدون، و اینها اهل هدایتند. یعنی سینه زنان اهل هدایت نیستند، زنجیر زنان اهل هدایت نیستند، روحانیت دغا و روزخوانان بی‌حیا اهل هدایت نیستند، اهل ضلالتند، اهل امامتند، اهل گمراهی‌اند. باز این مولا پاشه بگه ما برادریم فرانی، که به اصطلاح خودش اعتدال خودش ثابت کنه، چپ راست شو نمیدونه، اعتدال خودش رو با اینجوری ثابت کنه، با پروختن دین ثابت میکنه. قرآن میگه کسانی که صبر میکنن اینها اولا رحمت خدا برشون میاد، بعد اینا اهل هدایتن. یعقوب علیه و نبینا السلام وقتی که این مصیبت رو دید، فرزندانش فرزند دیگری کشتن، اومدن نمایشنامه بازی در میارند. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نفستون بهتون یه چیزی یاد داده. این داستان گرگ داستان نادرستیه، شما هم میدونی که نادرسته، خودتون هم میدونی که این چیدیش دنبال شر بودید. وزن فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. سوره فاتحه میخونیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدایا فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. نماز که تمام شد آقا میگه یا محمد یا علی اکفیانی فانتما کافیانی. جاهل موندن علتش تقلید، مقلد شدن علت جاهل موندنه. نمیفهمه چی میخونه در نماز، ولذا در آخر نماز شرک میورزه. در نماز توحید، در بعد از سلام شرک. انسان وقتی که در مقابل خداوند وامیسته، چه بسا که دنیا اونو مشغول نگه داره، ولذا از خداوند کمک میطلبه که در عبادتش موفق باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نه اینکه مثل قالیان امام تراش بگه که غیر خدا رو صدا بزنه. و از شداد ابن اوس روایت که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودند که سید الاستغفار اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ای پروردگارا، این سید الاستغفاره. پروردگارم تویی، خدایم تویی، ربم تویی. مشکل گشای جز تو نیست، الهی جز تو نیست. قبر پرستان و امام پرستان میگن هر قبری امامی، امامزاده، شیخی، پیری، پاتالی، همه اینا مشکل گشایند. کی راست میگوید؟ پیامبر این دین راست میگوید یا مشتی آخوند دجال، مشتی پیر و پاتال دجال؟ کی راست میگوید؟ شکی نیست که پیامبر راست میگوید و شکی نیست که اینا دروغ میگویند، چه امام تراش باشند چه شیخ تراش باشند. خلقتنی و انا عبدک، تو مرا خلق کردید و من بنده تو هم و من بر عهد و پیمانی که با تو بستم به اندازه توانیم ایستاده ام. ابوء لک بنعمتک علی، به نعمتهایت اعتراف میکنم، هر چه نعمت که به من داده اید. و ابوء بذنبی، و به گناهانم اعتراف میکنم. فاغفر لی، مرا مغفرت کن.
که گناهان جستو کسی نمیبخشه. پیامبر اکرم میفرماند اذا قال حين یمسی فمات دخل الجنه. اگر این دعا رو در شب بخونه، اگر مرد وارد بهشت میشه. اگر در صبح بگه و مرد، مثل همین وارد بهشت میشه. چون خدای مهربانی دارین، میری پیش قبرها، پیش مرده ها بت پرستی میکنی. وقتی چنین بگی، مصیبتی که میاد شما این دعا رو خوندی، خب در امتحان پیروز شدی، در کنکور خدایی پیروز شدی. امام فخر رازی میدونی که ری تهرانه، تهران کنونی ری جزئی ازشه، در جنوب تهرانه. یعنی که این شهر سنی نشین بوده که امروز یک مسجد قانونی سنی نداره به خاطر توحش مدعیان تشیع و خونخواری شاگردان کلیسا و کنیست در لباس امامت و ولایت. چون شهری که امام فخر رازی رو و امثالش رو داده بیرون، امروز یک مسجد بر اون هم عقیدهاش نیست. هرچی هست مساجدی که یا دکانه یا شکنجهگاهه یا بتخانه، یا کسی توش نماز نمیخونه، مثل کلیساهای مسیحیان شده. آیه 116 سوره نحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. به زبانتون دروغ نگید چیزی رو که این حلاله اون حرامه. از پیش خود صیغه رو حلال کنید، مرماهی رو حرام کنید، از خود حلال حرام نتراشید. کاری که مولایان شیعه میکنن همون کاریست که یهود و نصارا کردن. یعنی دروغ نگویید. یا در سوره صافات هم میخونیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون. منزه از خداوند رب العزت از اون چه که وصف میکنند. و سرنوشت دروغ هم مشخصه. و یعقوب این چنین از خودش تعبیر میکنه فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. ممکنه که جوارح انسان در وقت غم آرام باشه، لیکن قلب که محل محبت و محل غمه چه بسا که مثل دیگ بجوشه. ولذا هیچ راهی جز استعانت از خداوند نیست و استعانت فقط و فقط باید از خدا باشه. اونایی که مرض و غرض دارن دنبال اشتباه در قرآن هستن، میگن میپرسند که آیا مگه صبر نیکو هم داریم؟ صبر دیگه، صبر همش تلخه، صبر نیکو چیه؟ لیکن ما دو نوع صبر داریم. یک نوع صبر داریم که از یک چیز شما صبر میکنید، یه نوع صبر دار که بر چیزی صبر میکنید. مثلا صبر از شهوت ها که انسان ازش دوری کنه، این نوع صبره، لیکن نفس ناراحته، برای که جلو شهوت هاش میگیرید، جلوی رغبت هاش میگیرید. کسی که به شراب خوردن عادت کرده، به سیگار کشیدن عادت کرده، به تریاک کشیدن عادت کرده، خدا نکرده به قماربازی عادت کرده، به ربا خوردن عادت کرده، شما بهش میگه دوری کن از این کارها، این صبر دیگه.
خود این دوری کرده یه صبره، لیکن این صبر از پلانه، چون این صبری درد داره، ناراحتی داره. صبر نیکو، صبر جمیل اونه که درش هیچ جزا و فضایی نیست، درش هیچ شکوه‌ای نیست، درش رضایت هست. فرزندت فوت کرده، راضی به قضای خدا هستید. ولذا در قرآن راجع پیامبر اکرم علیه السلام میخونیم که میفرماد وهجرهم هجرا جمیلا، ازشون دوری کن، دوری نیکویی، به خوبی. اینایی که دنبال تناقض در قرآنن، در واقع قرآن رو نمیفهمن و نمیدونن چطوری برن سراغ قرآن، چطوری بفهمنش. اینجا یعقوب علیه و نبینا السلام میگوید که صبر جمیل، یعنی صبری میکنم که در شکوه و آه و ناله نباشه. میاد شیعیان روزی این آیه رو بفهمند، اگر بفهمند این آیه رو، دیگر زنجیرزنی و نوح خانی و بقیهش مراسم جاهلیت در میانشون رواجی نخواهد داشت مثل بقیه مسلمانان. نه اینکه بعد از 1400 سال شکوه بکنن، زاری بکنن، شیون بکنن، به خود بزنند، خود را ابزار ابلیس قرار بدن و کارهاشون جز ابلیس و کسی راضی نمیکنه. و سردسته این ابلیس ها روحانیت های دجال و کذاب هستند. طبرانی نقل میکنه به سندش که سعد ابن مالک ابن ابی وقاص راجع به جنگ با ایران با علی مشورت کرد، با ایرانیانی که جمع شده بودند که به اعراب حمله کنند. این نقطه مهمه، این نقطه مخفی تاریخه که این ایران بود که میخواست حمله کنه به مسلمانان، نه مسلمانان به ایران حمله کنند. یعنی اونا رو استدراج کردن. اگر برای تقریب مثال این ذهن رو بزنم، این مثال برای تقریب ذهن این مثال رو بزنم، این خمینی بود که صدام رو به جنگ واداشت و حالا صدام براش تبریک نامه فرستاد، براش تهنیت فرستاد، ولی این خمینی بود که از مزدوران خودش سوء استفاده کرد، از احزاب سری خودش سوء استفاده کرد و دیدیم که بعدها چه شد و چطوری به قدرت رسیدند با امامت امام زمانشون حضرت آیت الله بوش، که امام زمان اصلیشون زندهشون اینه، اون مرده نبوده و همین که تو چاه پنهان کردن، اون برای فریب عموم شیعیانه. شعار مطرح کردند که ما از راه قدس به کربلا میرسیم. رفتن ببخشید از راه کربلا به قدس میرسیم. یعنی چی؟ یعنی اول عراق بندازیم، بعد میریم اسرائیل فتح میکنیم. ماشاءالله، شما که در تاریخ با غیر مسلمانان جنگ داشتید؟ ولی عملا چیکار کردن؟ اومدن با غیر مسلمانان با یهود و نصارا متفق شدن، عراق از بین بردن، افغانستان همچنین. بعدم افتخار کردن اگر تهران نمی بود کابل و بغداد سقوط نمیکرد. میگه وقتی که ایران، میدونی اون موقع اسمش فارس بود، پارسیان جمع شده بودن برای هجوم به مسلمانان، سعد ابن مالک ابن ابی وقاص با عمر مشورت کرد. عمر سخنرانی کرد و با صحابه مشورت کرد
درباره خروجشون که آیا صبر کنند در شهرهاشون بمونند دفاع کنند یا خودشون حمله بکنند یا نه ببخشید مشورتش این بود که خودش خارج بشه. فاشاروا علیه بعدم الخروج والاکتفاء بعث البعوث. اونا مشورت دادند که نه تو خودت بیرون نرو، فقط کتیبه بفرست، لشکر بفرست. از جمله کسانی که این مشورت رو بهش داد علی ابن ابی طالب بود. گفت که اصاب القوم یا امیر المؤمنین الرأی، ای امیر المؤمنین. علی تغییر میکنه بهش میگه امیر المؤمنین، علی به عمر میگه امیر المؤمنین، برای که امیرشه، اون خودش از مؤمنانه، خود علی از مؤمنانه، بقیه از مؤمنانن، اون هم امیرشونه. و میگه که ای امیر المؤمنین، مردم رأیشون درسته. نصرت و خذلانشون موضوع جنگ و هرگز با کثرت و قلت نبوده، بلکه این دین خداونده که میخواد اونو ظاهر کنه و اینها سربازان خداوند هستند که میخواد به اونها عزت بده و با ملائکه اونها رو تایید میکنه. فنحن علی موعود من الله، ما با میعاد با خداوند هستیم، خداوند به ما وعده داده. والله منجز وعده و ناصر جنده، خداوند وعدش را عمل میکنه و سربازانش رو نصرت میده. به کی میگه اینا رو به کی میگه؟ به همون صحابه مهاجرانی که به همون مهاجران انصاری که امروز منافقان ولایت تراش اونا رو تکفیر میکنند، از اونا بدگویی میکنند، با اونا تهمت میزنند. علی راجب اونا اینو میگه. بعد میگه ای عمر، مکان تو نسبت به بقیه مردم مثل بند تسبیحه که اگر پاره بشه این دانه ها جمع نمیشه. اعراب امروز اگرچه کمن ولی با اسلام اونها با عزتند و با عزیزند. تو سرجات بمون و به اهل کوفه بنویس که اونها بزرگان عربند و رؤساشونند و برای هر شهری نصیبی قرار بده و خودت نرو. و در نهج البلاغه هم این موضوع ذکر شده. ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، هو دين الله تعالى الذي اظهره وجنده الذي عده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع، ونحن على موعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه وعد الله الذين آمنوا. و اینو نهج البلاغه صفحه 246-247 شرح محمد عبدو اینو میاره. بعد علی میگه که این که شما راجع به قتال با ایرانیان کراهت دارید، خداوند از این قتال بدترش میاد، کراهت بیشتری داره و او تواناتر بر تغییر اینه، و تغییر اون چیزیست که کراهت داره. و اما اینکه از تعدادشون میگی که تعدادشون زیاده، ای عمر ما هرگز با تعداد نجنگیدیم، ما با کثرت نجنگیدیم، بلکه ما با نصرت و معونت خداست که میجنگیم. چه سخنان زیباییه. خداوند متکفل شده که این دین رو عزت بده و مرکز این دین رو به دست دشمنان نده و ستر رو بپوشونه. و همان خدایی که
وقتی که این مسلمانان ضعیف بودن، اندک بودن، نصرتشون داد. وقتی که کم بودن، قدرتشون داد. اون خدا زنده و نمی میرد. اگر خودت بری به سوی اونها، مسلمانان پناهگاهی نخواهند داشت، مرجعی نخواهند داشت. تا آخر این موضوع. امام بخاری در همین رابطه حدیث روایت میکنه که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی که رافضیان اون زمان که شیعیان امروزی خلف اونها هستند، راه اونها میروند، اونا افاکان بودن، افک میزدن. امروز اینا این افک و دین کردن. هیچ قومی را در هیچ دین و مذهبی نمیبینید که به پیغمبرش، به ناموس پیغمبرش بدگویی کنه جز این کردلان و به دروغ خود را به آل بیت نسبت میدن تا شناخته نشن. وقتی که عایشه صدیقه در قضیه افک مورد اتهام قرار گرفت از طرف منافقان رافضیان اون زمان، جمله جالبی گفت: والله لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. گفت که به خدا قسم من برای خودم شما هیچ مثالی نمییابم جز پدر یوسف که گفت وقتی که گفت صبر نیکویست و توکل بر خدا، پناه میبرم به خدا آنچه که شما وصف میکنید. عبدالله ابن عباس فقیه آل بیت که مدعیان تشیع اونو به آل بیتی قبول ندارن، گفت که علی ابن ابی طالب من گفت که ما علمت ان احدا من المهاجرین هاجر الا مختفیا الا عمر بن خطاب. من هیچ مهاجری را نمیشناسم مگر اینکه مخفیانه هجرت کرد جز عمر بن خطاب. آقا عمر ترسو بود. این بچه نونوری که خودشو لخت کرده و هر طرف کثافتکاری میکنه برای که آلت دست شیطان بشه، والله عالم چه باندهای پشت سرشند، والله عالم چه نیروهای پشت سرشند. این میگه عمر ترسو بوده. بابا علی میگه تنها کسی که ببین شجاعترین فرد مهاجر را که علی این چنین ازش تعریف میکنه، این شیطان ها، این ابلیس ها و ابلیسیاری ها چطوری بدگویی میکنن. و همین که بدان، بارها عرض کردم، بدان دشمن خوبان باشند، این دلیل خوبی اونهاست. دلیل خوبی اونهاست. محفشانت نور و سگ او کند، هر کسی با طینت خود میتند. او کردن سگ گناه ماه چیه؟ قول مولانا آیا گناه ماه اینه که نور میتابونه؟ نه، اون کارش خوبه، لیکن این طینتش اینه، این فطرتش اینه. علی میگه که من از مهاجران کسی را نمیشناسم
مگر اینکه مخفیانه هجرت کرد، جز عمر بن خطاب. وقتی که میخواست هجرت کنه شمشیرش را برداشت، آویزان کرد، تیر کمانش را برداشت، تیر دستش گذاشت و رفت به طرف کعبه و بزرگان قریش در گرد کعبه نشستند. اون موقع گرد کعبه برایشون مثل مجلس شورا بود بلا تشبیه، که بتخانه بزرگشون بود، معبدشون بود و همچنان که امروز معبد پاکان و موحدانه، هیچ بتی در اونجا پرستیده نمیشه، هیچ غیر الهی جز رافضیان اونجا غیر از خدا را کسی صدا نمیکنه. اما خاک بسران و انسان پرست همش میگن یا مهدی ادرکنی یا امام زمان یا فلان، همونجا شرک میورزن. تک توکی، البته نه همه، تک توکی، جاهلانشون، نادانانشون، اونایی که پیروان آخونداشون. و بزرگان قریش در اطراف کعبه نشستند. رفت به طور مطمئن و آرام 7 شوط طواف کرد. بعد اومد به مقام ابراهیم، با کمال اطمینان نماز خوند. بعد یکی این حلقه هایی که زدن مردم نشستند رفت بالا سرشون، گفت خاک بر سر این صورت ها باد. هر کسی میخواد مادرش بی فرزند بشه، پدرش بی پدر بشه، همسرش بی شوهر بشه، بیاد پشت این وادی که من دارم میرم اونجا ملاقاتش کنم که من دارم هجرت میکنم. قال علی میگه که ما تبعه احد الا قوم من المستضعفین، هیچ کسی جز گروهی از مستضعفان دنبالش نرفت. علمهم و ارشدهم، اونا را تعلیم داد و ارشادشون کرد و مداد وجهی، بعد به راه خودش رفت. چون انسانی میترسه، این کار ترسوهاست. اون چه سبب میشه که آقای خامنه‌ای و این رژیم خونخوار دست به ترور بزنه، دست به تخریب مساجد اهل سنت بزنه، دست به کشتن مخالفین بزنه، اندیشه ها و باورهای خونبار و تروریستی است که در ذهنشون هست. تا این باورها درست نشه، تا این ایمان فاسد به ایمان صالح مبدل نشه، اون هم از راه عدل انصاف، از فهم درست قرآن و بررسی درست تاریخ. همین خونریزان وقتی ائمه رو میخواستن ازشون سوء استفاده بکنن، در گردشون جمع شده بودن تا عقاید آبا و اجدادیشون رو به نام ائمه زنده بکنن. ظاهراً اظهار تشیع اونها میکردن و باطناً چیزهای دیگری بودن. ائمه به مرور زمان، ائمه اهل بیت به مرور زمان اینها رو تشخیص دادن و مردم از اونها برحذر می داشتن. ابو عبدالله علیه السلام همچنان که در کتب شیعیان هستش، اختیار معرفت الرجال، آخونده شیعه نیستن، ما تجاوزا میگیم شیعه.
وقتی به باطنیان ویرانگر و که ادعای تشیع میکنند بگیم تشیع به اسلام اهانت کردیم، به اهل بیت پیغمبر اهانت کردیم. درست مثل که آدم به صهیونیست‌ها بگه موسوی، به صلیبی‌ها بگه عیسوی، پیروان عیسی، این یک اهانت به عیسی است، یک اهانت به موسی است. و نسبت اینها هم به اهل بیت پیغمبر یک اهانت به اهل بیت پیغمبره. اما وقتی بگیم شیعیان یعنی عموم مردم، اون درست، عموم مردمی که در دام اینها افتاده‌اند. اختیار معرفت الرجال جلد 2 صفحه 589، بهار مجلسی 6566، مصادرکات علم رجال الحدیث صفحه 375، معجم رجال الحدیث 15265، انتصار آموری 9234. آنچه خداوند راجع به دوستان توجه فرمایید، آنچه خداوند راجع به منافقین در قرآن نازل کرده به کسانی که ادعای تشیع امام میکنن صدق میکنه. از این واضح‌تر چه بگن؟ خودشون سنی هن، خودشون تابع کتاب سنت هن، علنا هم میگن که ما اون کسانی که ادعای تشیع امام میکنن تمام آیه های منافقین راجع به اینا صدق میکنه. باز اینا میاد آیه منافقین رو به کی میگن؟ به اصحاب پیغمبر میگن، برای که خودشون رو مخفی کنن. جعفر صادق که او صادق است و اهل بیت پیغمبر است و تابع سنت پیغمبر است و با بقیه علماء اسلام اختلاف عقیدتی نداشته، اختلاف دینی نداشته، مثل همه سواد اعظم مسلمانان تابع کتاب سنت بوده، مردی بزرگوار، پرهیزکار، مبارز. اون نیست که این مذهب رو درست کرده، به دروغ بهش نسبت میدن. جعفر صادق میفرماید که کسانی که ادعای تشیع میکنن، قالیان میگه، یعنی اینها از یهودیان و مسیحیان و مجوس ها و مشرکان بدترن. این در زمان خودش که هنوز شیعه دولت نداشته، هنوز شیعه یک مذهب نبوده، هنوز شیعه یک باند نبوده، حوزه نداشته، مرجع نداشته، خمس بخور نداشته، مطعه کن نداشته، سینه بزن نداشته، زنجیر بزن نداشته، هنوز بزرگترین دزدی های تاریخ در عصرش صورت نگرفته. اینجا اونجا افرادی از باندهای خبیث ادعای تشیع اینها میکردن تا خرابکاری کنن، دسیسه چینی کنن، توطئه چینی کنن. اینجوری در مقابلش موضع میگیره. اینو کی نقل میکنه؟ سنی نقل نمیکنه، شیعه نقل میکنه. اختیار معرفت رجال جلد 2 صفحه 587، دراسات فی علم الدرايه صفحه 154، علی اکبر غفاری شارح اصول کافی، یک بار باش برخورد دیدمش هم در تهران، بهار مجلسی 6566 و معجم رجال الحدیث 15264. همه این کتب شیعه. ائمه اهل بیت میگفتند که چون کسانی هستند که دسیسه میکنند و روایت های ما رو بر میدارند و 100 تا دروغ باش قاطی میکنند،
مردم برحذر می داشتن. چطوری تشیع داره شکل میگیره. هنوز اینها همه در دنیای اهل سنت هستند. اینجا اونجا افرادی داره سر بلند میکنه که اهل بیت رو علم کنه که پیران نمیپرند مریدان میپرانند. از مغیره بن سعید، از این باندهایی است که گرد امام محمد باقر رو گرفته. همین باندهایی که الان گرده خود خامنه‌ای بانده، ولی الان فهمیدن این باندها روشنه، واضحه. باند خامنه‌ای، باند احمدی نژاد، باند مصباح یزدی، باند مکارم شیرازی، باندهایی که بر حوزه ها مسلطن، باندند اینا دیگه. اون موقع قدرت نداشتن، زیر عبای اهل بیت پنهان میشدن، نوحه میخوندن. نوحه میخوندن نمانی که یعنی سنگ اینها رو به سینه میزدن. از امام ابو عبدالله روایته که میفرماید مغیره بن سعید که خودش از شاگردان محمد باقر میدونه، میگه که متعمدن بر پدرم دروغ میبست و کتاب اصحابش رو میگرفت و اصحاب مغیره پنهان بودن و اصحابش زیر لوای اصحاب پدرم مخفی شده بودن، کتاب میگرفتن اینا رو میدادن و پدرم میداد و مغیره. اون هرچی کفر و زندقه بود در این کتاب ها میذاشت، به پدرم نسبت میداد. بعد اونها رو میداد به اصحاب خودش تا در میان شیعیان اونو منتشر کنن. از این واضح تر هر اون چی از غلو را و افراط را که در پیش شاگردان پدرم و اطرافیان پدرم میبینید، از توطئه هایی است که مغیره بن سعید در کتبشون منتشر کرده. از این واضح تر چی میخواد بگه؟ بهار مجلسی جلد 2 صفحه 250. اختیار معرفت الحدیث 2491. موجب رجال حدیث 19300. قاموس رجال 1089. کلیات فی علم رجال صفحه 416. همه اینو نقل میکنن. از ابو عبدالله میگه مغیره بن سعید که نفرین خدا بر او باد، در کتاب یاران پدرم، شاگردان پدرش محمد باقره، محمد بن علی الباقر، این دستکاری میکرد و احادیثی میذاشت که پدرم اونها رو نگفته بود. از خدا بترسید و آنچه که مخالف قرآن و سنت پیغمبره که از طرف ما به شما برسه قبول نکنید. اگر ما حرفی بزنیم میگیم خدا و رسول چنین گفته، نه حرف زیادی. اینه بهار نقل میکنه جلد 2 صفحه 250. جامع احادیث شیعه 1262. حدائق الناظره 19. اختیار معرفت رجال 2489. رجال ابن داود 279. توضیح المقال فی علم رجال 38. رجال خاقانی صفحه 209. این همه کتب شیعیه. چرا بهش عمل نمی کنن؟ چرا این حدیث بهش عمل نمی کنن؟ برای که موافق با قرآنه، برای که موافق است به همه مسلمانانه. مماقانی روایت میکنه که مغیره بن سعید، همین توطئه باز خودشو از شاگردان محمد باقر جا زده، میگه که من حدود 100,000 روایت و حدیث در داخل کتاب شما گذاشتم.
مقدمه تنقیح المقال جلد 1 صفحه 174 اینو نقل میکنه. این احادیثه که خامنه‌ای رو یک تروریست کرده، دولت‌های شیعی رو یک خونخوار در آورده، که همه این احادیث بله الان بهشون عمل میشه، قالیان و افراطیان بهش عمل میکنن و حتی علمای معاصرشون از جمله هاشم معروف حسنی محدث اثناعشری معاصر راجع به مغیره بن سعید میگه که از خطرناکترین افرادی بود که تظاهر به تشیع میکرد، تظاهر به ولای اهل بیت میکرد و در بین روات و اصحاب ائمه مدت زمان زیادی زندگی کرد و تونست با این توطئه و با این ترفند به دو امام باقر و صادق نزدیک بشه و همه راویان هم ازش مطمئن بودند و لذا احادیث بسیاری گذاشت و در میان سخنان ائمه در کتب حدیث احادیث بسیاری گذاشت که کتب حدیث هم به آن اشاره میکنه. الموضوعات فی الاثار و الاخبار صفحه 148 149. بعد از تتبع در احادیث منتشری که در کتب حدیثی شیعه ها میبینیم که ایران که توزان از ابو احادیث برای افسانه نام کرده حدیث جعل کرده اند. آقا اگه احادیث جعلی رو از تشیع بگیری دیگه تشیعی نمیمونه، میشه تسنن و بالتالي میگه که اونها به قرآن مراجعه میکردن تا از سمها و دسایس اینا دوری کنن. تنها کتابی است که نمیشه باش دستکاری کرد. محدث شیعی معاصر اثناعشری معاصر قریفی میگه بسیاری از احادیثی که به ائمه نسبت داده میشه ائمه اونا رو نگفتن، بلکه کذابان و دروغگویان به اونها نسبت دادن، یا در کتبشون دستکاری کردن یا به وسیله دیگه. و اکثر این احادیث هم سندن صحیحه. جالب اینجاست که سندن صحیحه، ولیکن این از دستکاری و دسیسه اونهاست.